اگه برای این تست بری سراغ محاسبات طولانی مشتق، هم وقت تو باختی، هم احتمال بی‌دقتی خیلی بالاست. بیشتر داوطلبا دقیقاً همین کارو میکنن. دامنه، مشتق و بعد نقاط مشتق برابر صفر مشتق ناپذیر. یه مسیر محاسباتی وقتگیر و پر ریسک. ولی من اصلا از این مسیر نمیرم. با یه رسم سریع نمودار که حتی ذهنی هم قابل انجامه، همون اول میبینم این تابع دو تا نقطه بحرانی با طول مثبت داره. پس گزینه‌هایی که این ویژگی رو ندارن حذف میشن و به همین سرعت جواب تست به دست میاد بدون حتی یه فرمول و مشتق گیری. حالا بیا تست رو سخت‌ترش کنیم. فرض کن تو گزینه 3 به جای -2 عدد 1/2 بود. اون وقت جواب بین گزینه‌های 1 و 3 میمونه و باید حتما طول نقطه‌ای که مشتق برابر صفر میشه رو بلد باشی. تکنیک طلاییش رو خوب گوش کن. بعداً مفهوم و دلیلش رو هم کامل بهت یاد میدم. تو توابعی که ضرب دو تا پرانتزن، طول نقطه‌ای که مشتق صفر میشه برابر با مجموع ضرب ریشه هر پرانتز در توان دیگری تقسیم بر مجموع توانها. و اینجوری حتی در سخت‌ترین حالت این تست باز هم خیلی سریع می‌فهمیم که جواب میشه گزینه 1. ریاضی کنکور حفظ فرمول نیست، راه داره و اونی که راهشو بلده قطعا نتیجه خلق میکنه.